کودک درونتونم فعاله خیلی. آقا خیلی بدم فعاله، انقدر فعاله که بعضی وقتا بچه هم دوام میکنن. به خدا چقدر خوب. انقدر آقا بعضی وقتا هی بهم میگن مامان نکن زشته. مامان زشته، بعد من نمیفهمم کجاش زشته. بعد بهشون میگم که آخه من شماها رو به دنیا آوردم، من شما رو بزرگ کردم، لعنتی شما نمیتونی به من بگی که این بده. میگن بده، این کارو نکن، میشناسنت، همش دوام میکنن. آقا خیلی خوبه من کودک که درون خوبه. فعال. من دوستش دارم یه وقتی ولی بغض میکنم به خاطر اینکه به خود دوام میکنم. سر این سریال زیرخاکی ما روزای خیلی سختی داشتیم، خیلی واقعا پرفشار بود کار. همین که ناراحت بودم دنبال یه همدم بودم که باش در داده کام، گفتم برم ژاله رو پیدا کنم، به ژاله بگم ببین چه وضعیه، بیا بریم بهشون یه اعتراضی بکنیم. در رو وا کردم دیدم 7-8 نفر دخترا رو دور خودش جمع کرده، یه بگو بخندی داره میکنه، ناهار میخوره، پیاز اون وسط. اصلا بهش نگفتم، در رو بستم، گفتم برش کن. این که خوشحاله.